بسم الله الرحمن الرحیم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پس اگر نمی‌دانید از آگاهان بپرسید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوست ما سوال کرده که شیعه برادران ما است. اصلا برادر امرای کسی گفته میشه که در عقیده یکسان باشند. عالی گپ در سر نام نیست که شیعه است یا غیر شیعه است. گپ در سر است که اگر یکی از ضروریات دین کسی منکر شود، باز در او صورت امرای تو هم عقیده نیست و برادرم شده نمیتونه. مثلا کسی که قائل باشه که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما یا نعوذ بالله جبت طاغوت است که در قرآن ذکر شده، یا صحابه کرام رضی الله عنهما کلش مرتد میگه غیر از چند نفر، یا عایشه رضی الله عنها را شو زناکار میگه. این کلش مسائلی است که تعلق به ضروریات دین داره و از اگر کسی منکر باشه و برادر شده نمیتونه. یا نعوذ بالله غیر از انبیاء علیهم السلام دیگه کس معصوم میدانه که قطعا گناه نمیکنه، یا است که علم غیب برش ثابت میکنه، یا مشکل کشا و حاجت روا میدانه. در این صورت نمیشه که هر کس باشه اگر او خود سنی هم بگویه خلیکنی تو عقاید نداشته باشه و برادر شده نمیتونه. از او خاطر در این مورد هر کس برادر گفتن درست نیست. جزاکم الله.